بسم الله الرحمن الرحیم. قتل مادر به دست فرزند. فرزند روز مادر روسپی و بدکار خود را با مرد هم آغوش دید. خشم بر او غالب آمد. خنجر برداشت و به سوی مادرش حمله ور شد و او را کشت. آن یکی از خشم مادر را بکشت، هم به زخمی خنجر و هم زخمی مشت. مرد به او اعتراض کرد: ای بدسیرشت، چرا مادرت را کشتی؟ مگر محبت ها و رنج هایش را فراموش کردی؟ فرزند گفت: بدکار بود، او را با مرد دیدم، کشتمش تا دیگران چنین نکنند. آن شخص گفت: ای کاش آن مرد را کشتی و مادرت را رها کرده بودی. فرزند گفت: در این صورت باید هر روز مردی را می کشتم. خی تو مادر را چرا کشتی بگو، او چی کرد آخر بگو ای زیشت خو. گفت: کار کرد کان آری وی است، کشتمش کان خاک ستاری وی است. گفت: آن کس را بکش ای محتشم. گفت: پس هر روز مردی را کشم. کشتم او را رهستم از خونهای خلق، نای او برم به است از نای خلق. ای عزیز، آن مادر بدکار بدخو همان نفسی توست که در همه جا فساد می کند. هوشیار باش و نفست را بکش، چرا که به خاطر او هر دم با کسی درفتی و عزیز را به خاک زنی. نفسی توست آن مادری بدخاصیت که فسادی اوست در هر ناحیت. هم بکش او را که بهر آن دنی، هر دم قصدی عزیزی می کنی. از وی این